سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امین هستم. این ویدیو خیلی کوتاه و سرراسته. میخوام در مورد چند تا از شبیه سازهای کنسول های قدیمی صحبت بکنم. خب منم مثل شما علاقمند به گیم هستم، ولی خب قیمت هایی که الان داریم سر بازی ها تجربه میکنیم شاید باعث بشه که خیلی از ما نتونیم بازی های جدید و بروز رو تجربه بکنیم. خب این خوب نیست، جالب نیست، مخصوصا برای کسایی که از قدیم گیمر بودن. جدا افتادن از این دنیا خیلی ناراحت کننده است. ولی خب چه اشکالی داره برگردیم به گذشته و کنسول های قدیمی. حالا اگر کنسول ها هم نداشته باشیم، با یک سیستم یا لپتاپ خیلی معمولی با استفاده از شبیه سازهاش بتونیم بازی های قدیمی رو که الان به راحتی توی بستر اینترنت پیدا میشن تجربه بکنیم. امروز میخوام چند تا از این شبیه سازها رو که خودم دارم چند وقتی ازشون استفاده میکنم براتون معرفی بکنم. از شبیه ساز داس گرفته، محیط داس قبل از ویندوز گرفته، تا شبیه سازهایی مثل شبیه ساز سگا جنسیس، پلی استیشن 1، پلی استیشن 2 و حتی پی اس پی. خیلی کوتاه و سرراست بریم هر کدوم رو محیطشون رو ببینیم. من لینک دانلود همشون رو توی دسکریپشن این ویدیو توی یوتیوب قرار میدم. میتونید به راحتی شبیه سازها رو دانلود بکنید و رام های بازی هاش رو هم از اینترنت پیدا بکنید. همه جا هست، در خیلی از سایت های حتی ایرانی هم میتونید پیدا بکنید بازی ها رو. و از این به بعد هم میخوام بیشتر تمرکزم رو بذارم روی لتس پلی بازی ها، روی شبیه سازها و بازی های قدیمی. بازی های خیلی خوبی انتخاب کردم، بازی هایی که خودم باشون خیلی خاطره دارم، رو کنسول های مختلف. و قراره بریم لتس پلی ببینیم، لتس پلی بازی کنیم. شاید اگر استقبال کردید بریم روی داستان و گیم پلی بازی‌ها که اگر دوست داشتید میتونیم بریم گیم پلیشون رو به صورت سریالی با هم داشته باشیم، بازی کنیم و از گیم لذت ببریم. بی مقدمه بریم سراغ شبیه سازها ببینیم مثلا چه خبره. ببینید، من چند تا شبیه ساز انتخاب کردم که خودم دارم خیلی باشون کار میکنم. خیلی چی میگن، حس نوستالژی جالبی بهم میده. معمولا روی ویندوز های جدید، ویندوز 10، ویندوز 11 اجرا کردن محیط داس یه مقدار سخته. شبیه ساز داس باکس یه امکانی رو برای ما فراهم میکنه که بتونیم بازی ها و حتی اپلیکیشن های محیط داس رو روی محیط ویندوز تجربه بکنیم. لینکش رو میذارم، خیلی راحت میتونید اینستال بکنید. وقتی اینستال کردید میتونید برید رام ها یا فایل های مربوط به اون بازی یا اپلیکیشن رو پیدا بکنید و خیلی کار راحتی داریم. چی کار باید بکنیم؟ باید بریم مثلا من بازی علایالدین رو دانلود کردم، یه بازی در حد 5 مگابایت 6 مگابایت ظرفیتشه. چیکار باید بکنیم؟ لینک اگزه، یعنی چی میگن، آیکون اگزه فایل بازی رو انتخاب میکنیم، همینطور راحت میکشیم روی داس باکس، بازی برامون اجرا میشه. حالا خیلی گذرا بهش نگاه بکنیم، یه حس نوستالژی خیلی عجیب غریبی هم به من میده. اون زمان بر محیط داس کلی کار میکردیم، دیرکتری رو پیدا میکردیم یا اون فلاپی دیسک رو اگر داشتیم میذاشتیم روی کنسول تا روی کیس کامپیوتر تا بتونیم بازی رو اجرا بکنیم و بیاریم بالا و کلی مصیبت داشت. خلاصه صدای اینم کم بکنم. خیلی خوب، خیلی راحت با کیبوردمون میتونیم بازی رو شروع کنیم. همون مکانیک های قدیمی، اسپیس و کنترل و آلت و اروکی. خیلی حس جالبی بینه. من خیلی دوست داشتم این بازی رو. حالا بعدن شاید بریم مثلا پرنس آف پرشیا هم بازی کنیم، دوم هم بازی کنیم، دیابلو هم بازی کنیم. خیلی بازیایی که روی داست من تجربهش کرده بودم، الانم خیلی دوست دارم تجربه بکنم. خب داستان رو شروع می‌کنم، نمیخوام داستانو بریم، فقط میخوام محیط رو بهتون نشون بدم و چطور میتونیم از این شبیه ساز استفاده بکنیم. اگر من بتونم، آره خیلی خوب، بریم. با کنترل آلت میتونیم کنترل بکنیم، با اسپیس که میپریم خیلی راحت. همون حس داس قدیمی رو ما داریم دیگه.
فوق العاده است. یعنی هر بازی که بتونیم و میتونیم روش اجرا بکنیم. خیلی خوب. چقدر روونم داره اجرا میشه. به چک پوینت هم رسیدیم. اگه نمیریم زیاد نمیخوام طولانیش بکنم. یه جونم میگیریم، یه چک پوینت هم میگیریم و تقریبا خلاص. یعنی به همین راحتی ما میتونیم محیط داس رو شبیه سازی بکنیم و بازی هایی که روی داس داشتیم رو دوباره اینجا اجرا بکنیم. خیلی حال میده، یعنی واقعا حال میده. اگر از قدیم این بازی رو تجربه کردید، تجربه دوبارهش واقعا لذت بخشه. خیلی خب، بریم سراغ شبیه ساز دیگه. ببین شبیه سازی که الان میخوام معرفی بکنم شبیه ساز پلی استیشن 1. داک استیشن یکی از بهترین و استیبل ترین شبیه سازهای پلی استیشن 1. خیلی چیزای دیگه هم، خیلی شبیه سازهای دیگه هم داشتیم اومده تو این مدت، ولی داک استیشن یکی از بهترین هاست و خیلی پایداره، به شدت پایداره و خیلی از بازی ها رو بدون مشکل برامون ران میکنه. خب برای اینکه من کنترلر رو هم وصل بکنم، چون من یکم پورت USB مشکل داره، ببینم دسته بازیم رو اگر شناسایی کرد، که بله شناسایی کرد، مشکلی نیست. خیلی خب، بریم سراغ داک استیشن. ببین این بازی ها رو من از قبل دانلود کردم. متال گیر هست، تکن هست، وینینگ 11 ها هستن. خب الان برای مثال میتونیم حالا بریم تکن رو بازی کنیم، یه لود استیت بزنیم. خیلی خوب. این به راحتی، یعنی با کیفیت خیلی زیاد داره آپ اسکیل هم تا حدودی انجام میده، به شکل خیلی بهینه داره بازی رو برامون اجرا میکنه. خیلی کیفیت خوبی داره. ببینید این پایین هم برامون فریم ریت و رزولوشنی که میتونه برامون اجرا کنه هم نشون میده. حالا من فول اسکرین اینجا اجرا نکردم. برای فول اسکرین اجرا کردنش میتونید دبل کلیک بکنید به راحتی و بازی رو اجرا بکنید. حالا این راندم تموم بشه، این هم دیگه کوتاه بکنید. این هم پرفکت. این از این. و داک استیشن واقعا شبیه ساز خوبیه، واقعا شبیه ساز خوبیه. خیلی کامله، خیلی امکانات خوب به ما میده. به نسبت تنظیمات لپتاپ یا سیستممون میتونیم بهینه بکنیم و اکثر، شاید بالای 90% بازی هم بدون اشکال دارن توی داک استیشن اجرا میشن و خیلی خوبه. این خیلی خوبه. قبل از اینکه بریم سراغ شبیه ساز PSP و PS2، بریم سراغ شبیه ساز سگا جنسیس. فیوژن یکی از استیبل ترین شبیه سازهای سگاست. من خیلی وقته ازش استفاده میکنم، شاید چند سال میشه. حتی یکی دو تا هم ویدیو گرفتم توی همین لیتس پلی های توی کانال من توی یوتیوب هم هست، میتونید ببینید. از این امیولیتر رو شبیه ساز استفاده کردم. خب بریم سراغ فیوژن. اینجا یک بازی رو من روش اجرا کردم، اگر بالا بیاد. خب کامیکزان، گلیچ اولیه رو رد کنیم. خیلی خوب. شبیه ساز سگا جنسیس که رام هاش هم خیلی راحت پیدا میشه. من این بازی خیلی دوست داشتم، کارتریجش هم دارم. کامیکزان رو بریم یه تست بکنیم. میبینید که کیفیت خیلی خوبی داره، استیبل، پایداره. میتونید به راحتی با حتی سیستم های به نسبت ضعیف هم اجراش بکنید. خیلی خوب. اینم از این. میبینید با حتی کنترلر PC هم به راحتی سازگار، میتونید باهاش بازی کنید. من دارم همین کارو میکنم.
اگر بتونیم اینو بزنیم خیلی خوب. یه دشمن دیگه. میبینید خیلی راحت داره بازی اجرا میشه، هیچ مشکلی نداره. هر بازی که دوست دارید رو میتونید اجرا بکنید. زیاد حالا طولانیش نمیکنم. اینم از کامیکس و امیولیتر فیوژن. اینم من ببندم. برای سگا جنسیس یکی از بهترین امیولیترها و بهترین شبیه ساز هست. بعد از فیوژن بریم سراغ شبیه ساز PSP. PPSSPP یکی از شبیه سازهای شناخته شده PSPه. خیلی محیط جالبی داره، خیلی ساده است، UI-ش خیلی شبیه به PSP، محیط PSP و به راحتی میتونید بازی ها رو به شکل ISO دانلود بکنید، توی پوشه قرار بدید و از محیط شبیه ساز بهش بشناسونید و خیلی راحت براتون اینجا آیکون هاش رو میاره، میتونید ببینید. خیلی خب بریم سراغ گاد ایتر، بازی که من اینجا زدم. اگر بدون مشکل اجرا بشه بریم سراغش. میبینید به راحتی برامون بالا میاره، میتونیم فول اسکرینش بکنیم، حتی به شکل فول اسکرین بازی کنیم. حالا اگر سکانس های اولیه رو در نظر نگیریم، باش من رچت اند کلنک رو اجرا میکردم، اون راحت تر بالا میاد. حالا صبر میکنیم. حالا به طور مثلا ما گادیتر رو اینجا اجرا کردیم، یا میتونیم بریم یک تجربه دیگه هم داشته باشیم از مثلا رچت اند کلنک. فکر میکنم رچت راحت تر بالا بیاد، چون من گادیتر رو قبلا اجرا نکرده بودم، صحنه اولیش رو نمیشه اسکیپ کرد. ولی خب رچت اند کلنک رو میتونیم. رچت اند کلنک سایز ماترز برای پلی استیشن 2 هم عرضه شده بود. نه فکر میکنم مشکل چیز داریم، گیم پد داریم. اینو باید گیم پد رو دوباره باید براش بشناسونیم که حالا میتونیم بیایم اینجا و چی میگن تنظیم بکنیم گیم پدمون رو. یکم مشکل شناسوندن داره ولی مشکلی نیست به شکل کلی. اینجا مثلا میتونیم بیایم دیپد بالا، پایین، چپ، راست، دایره، ضرب در، مربع، مثلث، استارت و سلکت ال و آر رو براش بدیم و وارد بازی بشیم. به همین راحتی من قبلا لود کرد، یعنی بازی کردم، همونو لود میکنم، فول اسکرینش میکنم و وارد بازی میشیم. میبینید دیگه همون بازی PSP رو داره برامون شبیه سازی میکنه. فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. حالا شما فرض کنید بیاید بازی هایی مثلا سایفون فیلتر، گاد آف وار و خیلی بازی های اختصاصی دیگر رو که روی PSP بودن دوباره اجرا بکنید. خیلی خوب، این از این. میبینید بازی داره برامون اجرا میشه. فوق العاده است، فوق العاده است. خیلی خوب، اینم از این. بریم سراغ شبیه ساز دیگه. اینو ببندم. بریم سراغ شبیه ساز دیگه. شبیه ساز PCSX2، شبیه ساز پلی استیشن 2. یکی از محبوب ترین شبیه سازهایی که من واقعا دوستش دارم قلباً نه قبلا. خب من بولی و رد دد ریوالور رو ISO شو دانلود کردم. بریم بازی کنیم و یه فست بوتی داشته باشیم از بازی. من بولی رو اجرا کردم. یه نکته مثبتی که
PCSX 2 داره اینه که میتونه آپ اسکیل بکنه به 4K حتی بعضی بازی ها رو و این خودش خیلی نکته مثبتیه. میبینید دیگه قشنگ بالا آورده و به راحتی داره نشون میده. حالا من بیام استیتی که قبلا ذخیره کردم رو بیارم. من چند مرحله رفتم از این بازی. خیلی خوب، میبینید بازی اومده، به راحتی میتونیم تو بازی بگردیم، کارهای مختلف بکنیم. با کنترلر هم هیچ مشکلی نداره، به راحتی کنترلر شناسایی میکنه و حتی اگر خواستید میگم میتونید تا 4K آپ اسکیل بکنید و به راحتی بازی بکنید. خیلی خب، حالا من زیاد وارد محیط داستانیش نمیشم. اینم از PCSX، شبیه ساز پلی استیشن 2. اینو من ببندم و یک ابزار دیگر هم براتون معرفی میکنم، DS4 Windows. احتمالا بشناسید خیلیاتون، اگر پلی استیشن داشته باشید، پلی استیشن 3 یا 4، میتونید با این نرم افزار کنترلر پلی استیشن 3 و 4 تون رو به محیط ویندوز وصل بکنید و به راحتی همینطور که میبینید من مثلا وصل کردم پلی استیشن 4 رو، کنترلرش رو، و به راحتی توی بازی ازش استفاده بکنید. امکان فوق العاده ای بهمون میده، از همه امکانات کنترلر میتونیم استفاده بکنیم. اینم در نظر بگیرید. پس داس باکس رو معرفی کردیم، فیوژن رو معرفی کردیم برای سگا جنسیس، داک استیشن رو برای پلی استیشن 1، PCSX 2 برای پلی استیشن 2 و PPSSPP برای PSP. سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی برای کنسول های دیگه هم چند تا شبیه ساز معرفی بکنم، مثل کنسول مثل آتاری، SNES، نمیدونم خیلی خیلی چیزهای دیگه، گیم بوی حتی، اونا رو هم بتونیم تست بکنیم. تو ویدیوهای بعدی من سعی میکنم بازی هایی که خودم روی این کنسول ها دوست داشتم و قبلا انجام دادم یا فرصت نشد انجام بدم رو لیتس پلی ازشون برم، با هم بتونیم بازی بکنیم و از ویدیو گیم لذت ببریم. ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگر خوشتون اومد لطفا لایک بکنید، نظری اگر داشتید، بازی پیشنهادی داشتید برام تو کامنت ها بنویسید و کانال من رو به دوستاتون معرفی بکنید، خیلی کمک بزرگیه. دمتون گرم، مواظب خودتون باشید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.